بسم الله الرحمن الرحیم. از پیغمبر علیه السلام شنیدم که فرمود، چی فرمود؟ سیخرجون قوم فی آخر الزمان، یک قوم در آخر زمانه میبراید. چی علامات دارد؟ سنشان جدید است، نوخیز هستند، نونهال هستند، تا حالی را او قدر تجربه زندگی هم نکرده، تحقیق علمی هم نکرده، معلومات کافی هم نداره، خو لیکن یک آیت و یک حدیث شاید شنیده باشه. سفهاء الاحلام است، عقلشان خیلی نارس است، رسایی نداره که درک و عمق یک قضیه را بتانه. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حضار گرامی، برادران عزیز و محترم، به سلسله جمعه های گذشته که اصل موضوع ما موضوع تکفیر است که کسی را کافر گفتن، لیکن برای از اون مقدمه گذاشته بودیم به این خاطر که موضوع خوب مفصل بیان شود، حقیقت ایمان و کفر بشناسیم و بعد از او به کی نسبت کفر کرده میتونیم و به کی نمیتوانیم. ریشه تاریخی موضوع که تکفیر از کجا شروع شد و کی شروع کرد برای شما در جمعه های گذشته واضح شد که فرقه هایی که همیشه در زیر سایه و تربیه و مدرسه یهود کار کرده، امی کار شروع کرده و تا امروز مسلمان ها در امی آتش نفاق و پراگندگی سوخته و می سوزه. ولی با تأسف که در این اواخر نه تنها او فرقه هایی که واقعا چوچه های یهود بودن، دست پرورده های یهود بودن، نه او کسانی که دعوای کتاب الله و سنت رسول الله را اتباعش میکنه و نعوذ بالله یک قدم بیشتر ماندن. و او هم از طرف او مردمی نیست که واقعا در منهج سلف قدم گذاشته، بلکه یک آیت یا حدیث از ظاهر در کدام جای شنیده بدون از اینکه تحقیق داشته باشه، علم داشته باشه، شروع کردن به تکفیر مسلمانا. و به این خاطر که امی منهج صاف و پاک و سالمه که یقینا فرقه ناجیه و منصوره هست، امی منهج لکدار بسازه و به پیش مردم عام وانمود شوه که کسی که به منهج سلف قدم میگذاره کلش تکفیری است، کلش مردم کافر و مشرک و مبتدع گفته رایسته. حالا که گبوتور نیسته به خاطر وضاحت این موضوع مسئله و ای که ما اگر خطا شده باشیم نعوذ بالله باید زود که در خود بگیریم توبه بکشیم، به خاطر که موضوع بسیار موضوع خطرناک است. گپی کسی را مشرک یا کافر گفتن گپی عادی نیسته. این موضوع هم اخطارش یا خطرناک بودن این موضوع را در اول جمعه اولش گفته بودم که براتان واضح شده بود. از او خاطر این موضوع باید خوب ریشه یابی شود و ما بدانیم. غیر از او هم شناخت ایمان و شناخت مؤمن از جمله ضروریات زندگی ماست. وقتی که ما متدین به یک دین هستیم باید بشناسیم چه قسم ایمان داشته باشیم و ایمان چی را میگه. امروز بحث ایمان میکنیم که ایمان چی را میگه، بعد از او بحث کفر میکنیم، بعد از او چی چیز اسلام و ایمان نقض میکنه، واقعا از دایره اسلام خارج میسازه. از او خاطری گپ باید خیلی واضح شود. ما یک نفر کی کافر گفته میتونیم؟ آیا ایمان فقط یک حلقه است به مجردی که از امو حلقه برای خلاص در کفر داخل شده؟ یعنی که اینجا بسیار تحقیقات هست. از او خاطر او دوستایی که یک کمی نوجوان است تیز میکنه خوده و باید بدانه که دین چی را میگه، مفهوم دین چی است. گپ در این نیست که تو خدا بالا معرفی بکنی. ابلیس لعین تو را امینجا گمراه میکنه، امینجا در جهنم میبرته، امینجا به اسباب جهنم مبتلایت میسازه. نکو، دقیق شو، قدم به احتیاط بگذار.
کسی را از دایره ایمان خارج کردن گپ عادی نیست. ایمان چی را میگه؟ در قرآن کریم دو قسم کلمه ایمان استعمال شده. یکی بدون تعدیت حرف، یعنی مستقیما خودش متعدی شده. این موضوع را علما میفهمه، کسایی که به علوم عربیت کار داره. امی جوانکای ایمان بیچارای گپا را نمیفهمه که تعدیت چیست، غیر تعدیت چیست. اینجا ایمان متعدی به حرف شده یا مستقل متعدی شده، امی هم نمیفهمه بیچارا. لیکن مفتی اعظم، مفتی کفر مردم خود جور کرده. ما دردم دمی میاد که او مردکه تو یک دفعه کلمه ایمان تشریح کو که ایمان تشریح کرده میتونی یا نه؟ مفتی اعظم و او مفتی کفر جهان خود جور کردی، به کلی مردم تاپه زده رایستی. آلی خب باز آسان گپ ایسته که الله تو را دیگم به خاطر میگیره که فیسبوک برآمده، گپت جهانی میشه، گپت بیخی تو نه، تو خود تنها برای خود یک جهنم آباد کردی، برای خود نه، بلکه گرفتی یک منهج بزرگ، تو لکدار ساختی، تو عیبدار ساختی. تو در حقیقت آنقدر دشمن دین شده ای که از تو کده بالاتر او یهود و نصارا بنگی بر الله دشمن مسلمان هست. از وا مردم فریب نمیخوره، از تو میخوره. چرا که بر لباس اسلام خدا مزین کردی، باز دعوای توحید و سنت میکنی، لیکن از دهنت کدام کلمات میبره که از منهج سلف برآمده؟ در منهج سلف همی کلمات وجود داره یا نیسته؟ تو یک دفعه خود عالم بساز. با 2 روز در درس حدیث و ترجمه ششتن تو مفتی جور نشدی، تو حق فتوا را نداری. تو باید بسیار با دیگم خدا برسانید، تلاش بکنی، بسیار عمیق شوی. قتل یک مسلمان، خونریزی یک مسلمان، آبروریزی یک مسلمان گپی عادی نیست، گپی عادی نیست. بدانی رسول الله که میگه به نزد الله زوال دنیا اهون است از خون ریختن یک مسلمان کده. تو باید در ذهنت باشه، در دماغت باشه که یک مسلمان عزت و آبرویش چقدر است و جزای اینی امور الله خود مقرر کرده. از این خاطر تو باید ایمان بشناسی. در قرآن کریم کلمه ایمان وقتی که بدون حرف متعدی میشه به معنای امن دادن میاد. در سوره لإلاف قریش ما میخوانیم الله متعال حالات اهل مکه را بیان میکنه که عجیب مردم است، چقدر ناسپاسی نعمتای الله را میکنه. به برکت امی مرکز اسلام بود، امی کعبه بود که بنایش ابراهیم خلیل الله گذاشته بود. این مردم هم به شام سفر میکرد، هم به یمن، در هر جا قابل احترام بودن. مردم یار خدمه کعبه، خدمه مرکز اسلام میدانستن، اگرچه دو وقت اسلام خو اعلان نشده بود، خو همو به نام دین ابراهیمی یک چیزی وانمود میکردن. سر از اون ملت ها برش احترام قائل بود. قرآن کریم میگه و آمنهم من خوف، امن داده بود یاره از ترس، از وحشت. در هیچ جا یا احساسی از زیر نمی کردن که ما دزدا ما را بزنه، مردم رایگیری ما را بکنه. تجارت های خود بسیار به فراغی دل انجام میدادن. اینجا و آمنهم امن داده. مومن معنای لغوی ایمانم امیسته که دیگه کس از تو به امن باشه، دیگه کس از تو به امن باشه. مومن که برات گفته میشه به خاطر میگه که تو دیگران را امن داده ای، امن داده ای. المسلم من امنه الناس، مسلم کسی است که او را مردم امین بدانه، از او ترس و هراس نداشته باشه، از او احساس خطر نداشته باشه. گاهی از تو کسی احساس نعوذ بالله آزار، اذیت، آبروریزی را نداشته باشه، او وقت تو مؤمن میشی. معنای ایمان باید در تو موجود شود. مطلقی همینطور نیست که یک آدم کلمه بگویه این مؤمن است. آلی تحقیق میکنیم که بر ما واضح شود که ایمان چی را میگه. گاهی تعدیت کلمه ایمان در قرآن کریم توسط حرف جر شده، یا توسط حرف با، یا توسط حرف لام متعدی شده. و ما انت بمؤمن لنا. بچای یعقوب علیه السلام زمانی که پس میاد، یوسف علیه السلام خو اونجا او طرف کرده بود، ولی وقتی که بنیامین برادر تنی یوسف علیه السلام هم اونجا عزیز مصر گرفت شه، پس که آمدن به پدر گپ میزد، چون اعتبار باخته بودن، اعتماد از دست داده بودن. از همون خاطر قبل از اینکه یعقوب علیه السلام گپشان تصدیق یا رد بکنه، قبل یا بری پدری خود یعقوب علیه السلام میگه و ما خود بیان کردیم، صحنه را براتون گفتیم، لیکن و ما انت بمؤمن لنا، تو نیستی مصدق، تصدیق کننده، باور کننده برای ما. اینجا ایمان به معنای باور کردن آمد. از همون خاطر ایمان شرعی مستلزم اردو معناست.
مؤمن وقتی میشی که دیگه مردم به امن باشه از تو. مؤمن وقتی میشی که تو تمام ضروریات دینت تصدیق کرده باشی، باور داشته باشی، یقین داشته باشی. دوستا خود خوب متوجه کنی، یک روز تو ایمانتش نخوندی در درس، یک روز ایمانه به الله قسم امیالی از پیشت پرسان کنم تو ایمان تشریح نمیتونی اما مفتی جور شده. چرا اینطور میکنی؟ چرا یک منهج بزرگ بدنام میسازی؟ چرا این حرکتی که الحمدلله مردم بیدار شده، جوانا بیدار شده، ملت بیدار شده، دنبال دلیل میگرده، دنبال اساس میگرده، مزخرفات نعوذ بالله این چیزایی که خود ساخته مردم است، این مردم فطرتاً رد میکنه. الحمدلله میبینی کاری ما یقین به الله بکنی بسیار خواب آلود هستیم، بسیار خواب آلود هستیم. زحمت ما، کاری ما هیچ چیز نیست. ما و شما که کدام کار میکنیم هیچ چیز نیست، اما الله در می کار برکتی بزرگ انداخته. در هر جای جواناست الحمدلله بیدار زنگ بزنه، سوال میکنه. ما اینی قسم میکردم آلی فهمیدم که دین چی است. در درس قرآن نشستم فهمیدم که دین چی است. در می جمعه پیشینگه در بلخ در مزار در یکی از مساجدی که عمل به سنت میشد علما هجوم بردن. الحمدلله اونجا دو عالم وجود داره. برشان گفت که بله ما آماده هستیم برای بحث. روی دلیل یکی دیگه خدا قناعت میدیم. آخرش پس پا شدن. برای ما زنگ زدن که این ترگه بس شما اگر اینجا حضور پیدا بکنیم ما آمدن ما خو بیخی زمزمه ها زیاد میشه، لیکن ایره بدانی که حاضر در این میدان نیست. چرا؟ چیز قطعش نیست. سری تقلید و سری میلاد مناظره میکردن. آخرش گپ در صلح رسید که والی صاحب صلح بکنه. خب میفهمه که در میدان چیزی نداره. تالی را مردم فریب داده به حکایات دروغی، به خوابهای دروغی. کدام آیت و حدیث تیر کده میتونه؟ دین از طرف پیغمبر و از صحابه آمده، یعنی که امروز یک کسی از خود بسازه. نکنی امی حرکتی که امروز مثل چشم آفتاب باره برای مردم روشن است، شما گله در روش نزنی، گله در روش نزنی. براتون میگم راه سریع این حرکت توسط اینمی گپای شما گرفتم نمیتونه انشاءالله. چرا؟ این روشنی تو روشنی است که انشعاب میکنه، لیکن تو در بدر میشی. میفهم که خیلی مخلص هستی، محبت با دین خیلی زیاد داری، لیکن خطا میشی، لیکن دقیق نشدی، لیکن احتیاط نکردی، لیکن تو بجای ازی که تو ثواب کمایی کرده باشی عذاب بزرگ برای خود کمایی کرده رویستی. بفهم، درک بکن. قرآن کریم ایمان برای ما یاد میکنه. آلی ایمان چی را میگه؟ علما، اکثریت علما امت قائل به است که ایمان از سه چیز مرکب است: عقیده قلب، تصدیق قلب، تشریحش میکنم، قول لسان، اقرار لسان و عمل به اعضا. سرسیش که یک جای شوه ایمان جرمه شه. لیکن ایمان اجزا داره، ام ادنا اجزا داره، ام اعلا اجزا داره. یکی مطلق نام ایمان است که او را اصل ایمان میگه، حکم ایمان میگه. اصل ایمان به مجردی که تو عقیده کردی به الله متعال بدون از اینکه بسیار واجبات انجام داده باشی، از حراما خود نگاه کرده باشی، استکمالی ایمانی تا کرده باشی، اصل ایمان بری تو ثابت میشه. به مجردی که در قبل تو اعتراف و اقرار، تصدیق، باور به ضروریات دین کردی، اینی در اصل ایمان میگه. هر کسی که از پدر و مادر تولد میشه یا نو مسلمان میشه، او تعالی را کلی احکام اسلام نه یاد داره نه میفهمه، لیکن توسط نمیگه اصل ایمان بر از او ثابت شد. آلی کلی حکم اسلام سرش مکمل جاری میشه، تطبیق میشه، او را ما مردم مسلمان میگیم. خو مومن کی میشه؟ از او خاطر ما آلی باید بگویم که ایمان شرعی چی را میگه. ایمان شرعی دو جز داره. ایمان شرعی یکی اصل ایمان است که او را ایمان مجمل هم میگه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ایره خب تحقیق کرده. او را ایمان مجمل هم میگه، ایمان مطلق هم میگه، مطلق ایمان. و یکی ایمانی که عبارت از حقیقت ایمان است.
او را به نام ایمان مفصل هم یاد میکنه که او توسط استکمال واجبات میشه که کل واجبات الله را یکه یکه تو ادا میکنی و از محارم اجتناب کرده رایستی، از آن چیزی که حرام است اجتناب کرده رایستی. وقتی در قلب یک مؤمن ایمان داخل شود، این اصل ایمان است. بعد از این کم 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 شیئا فشیئا استکمال ایمان میشه، استکمال ایمان میشه. اینطور نیست که فقط یک دفعه تو اقرار کردی استکمال ایمان آمده. نه آمده. حالی تشریح براتون میکنیم که اصل ایمان است، ایمان واجب است، ایمان مستحب است. برای خود درجات و مراتب داره. از او خاطر مؤمنان مراتب داره. اینطور مؤمنی است که اصل ایمان داره لیکن استکمال ایمان خود نکرده. مطلقی مؤمن برش گفته میتونیم، حکم اسلام برش ثابت است، خون و مال و آبرویش همه به امن شده، اما در کدام درجه رسیده تا حالی را استکمال نکرده باشه. کسانی هستند که او حقیقت ایمان هم تکمیل کرده، حقیقت ایمان تکمیل کرده. از او خاطر در اینجا ما اول اصل ایمان که میگیم در قلب است. در قلب اصل محل ایمان قلب است. این در آیات قرآن کریم بر ما ذکر شده. الله متعال وقتی که حالات منافقین بیان میکنه آمده در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اعراب است، دیهاتی است. قطعی پیغمبر علیه السلام تابیداری میکنه، در جهادا شریک میشه، لیکن آن چیزی که حقیقت ایمان است تکمیل نشده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان در قلبایتان داخل نشده. محل ایمان قلب است، خود قلب ایمان داخل نشده. شما ظاهرا فقط منقاد به احکام اسلام هستی اما در قلب ایمان جا نگرفته. از این آیت برای ما واضح میشه که ایمان محلش قلب است. ایمان در دل میآید. در دل چه قسم میآید تشریح میکنم. دیگه آیت است الله متعال برای صحابه کرام مدحشان میکنه، ولكن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. لیکن الله متعال سه صحابه سری پیغمبر وادار نمیسازه که این کار انجام بده، فقط منقاد استی، متوجه فقط امر رسول الله استی. چرا ولو که رسول الله یک امری را میکنه که خلاف طبیعتتان است، هیچ طبیعتتان نمیپذیره، لیکن چون که الله ایمان در قلبتان محبوب ساخته و مزین ساخته که آلی هر قسم گپی تلخه، کاری تلخه، خلاف طبیعت بالکل به وجه درستش تو قبول میکنی، برای تسلیم میشی. بر رسول الله نمیگی چرا این کار اینطور است، خلاص تسلیم هستی. ایمان درستی واقعی و نموده میگه. ایمان درست میفهمی؟ ایمان درست گپی رسول الله را، عمل رسول الله را، سنت رسول الله را از پدر کدام دوست میدانه، از مادر کدام دوست میدانه، از اولاد کدام دوست میدانه، از قوم کدام دوست میدانه. امروز که تو مرده تا به خاطر قوم، به خاطر رواج قوم به کدام دستور گور میکنی؟ ایمان در قلبت پخته نشده، مزین نشده، محبوب نشده. ایمان که در قلبت محبوب شود، عمل رسول الله از او کده بالاتر هیچ عمل نمیبینی. کل دنیا در مقابل جمع شود تو را تعن بگو لذت میبرم به خاطر که عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. صحابه کرام به می مرتبه رسیده بودن، الله متعال مدحشان کرده رایست. لیکن کی کرده ایره؟ الله به پیغمبری خود شاگردای واقعی سرسپرده، واقعی فداکاره الله برش مقرر کرده. رسول خود همونطور نمیمونه. او فرقه های گمراهی چوچای یهود که تا امروز صحابه را نعوذ بالله طعن و لعن میگه و میگه که رسول الله یاران خائن و غاصب داشت. واره تو هنوز امروز در بغل گرفته دفاع از پیش میکنی، کامنت داده رایستی. کسی که تعرض به اسلام میکنه و تو قطش نعوذ بالله دوستی نکرده رایستی. الله با پیغمبری خود صحابه را انتخاب کرده که الله میگه ولکن الله حبب، الله محبوب ساخته الیکم الایمان، برای شما ایمان، و زینه فی قلوبکم. همه چیز از جهت ایمان که تعلق به ایمان داره مزین است. از او کده زیبا چیز
دیگه چیز برش معلوم نمیشه. قطعا دیگه چیز برش زیبا معلوم نمیشه. ریش برش زیباست، نمیگه که ریشه تراش کنم زیباست. حجاب برش زیباست، نمیگه که بی حجابی خوب است. عمل به سنت رسول الله برش زیباست. از این کده دیگه مزین و زیبا هیچ چیز برش معلوم نمیشه. طول کنیم خدا، دمی ترازو طول کنیم خدا. چقدر ایمان در قلب ما داخل شده، چقدر محبوبیت در قلب ما پیدا کرده، چقدر تزیین ایمان در قلب ما شده. دعوای سلفیت و تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله میکنه. وقتی جنازه میشه، اقاربش هست، اختیاریش هست، کلی مراسمش به بدعت تمام میشه. وقتی عروسی میشه، از او کده که کاری حرام نیست ابی انجام میده. کدام ایمان؟ کدام دعوا؟ ایمان که در قلبیه، هیچ چیز دیگه مزین از ایمان و از متعلقات ایمان برای تو دیگه چیز نیست. معلوم شد از این آیت که محل ایمان قلب است. اول کسی که مؤمن واقعی میشه اینجا استکمال ایمان میاد. دیگه جای الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسی که کفر به الله میکنه پس از اینکه ایمان آورده مرتد میشه، نعوذ بالله، کلمات کفر به زبان خود میاره، لیکن او شخصی که قلبش مطمئن است، آرام داره به ایمان خود، لیکن در زبان از ترس از نجات وجود خود، جان خود گفته. عمار رضی الله عنه، صحابی جلیل القدر، با امرای پدر، با امرای مادر گرفتار ای خبیثا، ایش مشرکین میشه، اذیت میشه، وعید به کفر، تهدید به کفر میشن. بله همونطور میکنه. اولین شهید اسلام زن است، سمیه رضی الله عنها، مادر عمار است. حتی تا این اندازه را بد میبینه که کلمه کفر در زبانش جاری شوه. دیگه خود چی میکنی؟ در قلب خود نعوذ بالله کفر جا نداره، لیکن نمیخواه که در زبانم جاری کنه. شوهر شام یاسر رضی الله عنه او هم می قسم است، اردویشان شهید میشه. سمیه در شطرا بسته میشه که یک شطر این طرف میدواند، دیگه شطر او طرف، که اعضا جدا جدا شوه. لیکن عمار رضی الله عنه قلبش مطمئن به ایمان است، برای نجات خود در زبان خود کلمه کفر جاری میکنه. آیت به مو خاطر آمده. رسول الله از پیشش سوال میکنه که عمار، زبانی که کلمه کفر ده زبانت میگفتی، قلبت چطور بود؟ گفت یا رسول الله قلبم مملو از ایمان بود. گفت بالکل هیچ گپی نیست، کلمه کفر در زبان گفته به خاطر نجات خود. چرا اینطور حالت که بیایه باز بری تو الله اجازه میده. ارکان ایمان حالی تو میفهمی که بعض رکن هاست در ایمان که قطعا ساقط نمیشه. تصدیق قلبی در هیچ وجه ساقط نمیشه که یک نفر بگویه به زبان اقرار میکنم، عمل نمازها را میخونم، لیکن باوری قلبی ندارم، قطعا مؤمن باقی نمیمانی. لیکن اینطور ارکان ایمان بود که اقرار بود، اقرار رکن ایمان بود، لیکن در این موقع چی شد؟ ساقط شد، ولی تو باقی موندی مؤمن. ما از امو خاطر میگیم که ارکان به هم فرق کرد. رکن تصدیق جدا حیثیت داشت، اعلا درجه بود. رکن اقرار زبان به او اندازه نبود. در وقت زور و ظلم، در وقت از اینکه تو خوف تلف شدن جان و اعضای تداری، برای تو جایز است که اقرار کلمه کفرم بکنی. اگرچه عظیمت این جمع، اگر ایمانت به او سویه رسیده که حتی کلمه کفر به زبان هم بد میدانی که جاری شود، مثل پدر و مادر عمار رضی الله عنهما و هر دو همونطور بودن. لیکن فرق است بین ارکان ایمان. ایمان در قلب، حقیقت ایمان در قلب تعلق داره. قلب باید چی بکنه؟ تصدیق بکنه. آلی قلب چند عمل داره. یکی قول قلب است، یکی قول قلب است، یکی عمل قلب است. معرفت، شناخت، تصدیق، باور، این قول قلب است، این گفتار قلب است. یکی عمل قلب است. عمل قلب چی است؟ عاجزی کردن، تسلیم شدن به اون چیزی که تو باور داری. این عمل قلب میگه. اگر قول قلب موجود شود، یک آدم باور داره، یقین داره، یک آدم میشناسه، معرفت داره، لیکن تسلیم نیست برش، او آدم مؤمن شده نمیتونه. الله متعال با نقل از ابلیس لعین میکنه،
فبعزتك لاغوینهم اجمعین. زمانی که رانده شد الله فرمان داد سجده برای آدم علیه السلام بکنه. ببینی تکبر انسان در کجا میبره، حسد انسان در کجا میبره. ابلیس لعین تا دین روز قتی در صف ملائک نشسته می بود در عبادت ها، اما در ضمیرش در فطرتش چون نعوذ بالله تکبر است، زمانی که فرمان سجده برای آدم علیه السلام الله میده ابلیس لعین امتناع میورزه. خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش پیدا کرده یور از گل، من برای تو سجده بکنم. قیاسای اینی طور است، نمیفهمه که اصل ماده اعتبار نداره. گبیسته که تو چی به کدام معیار هستی، به کدام مستوا هستی، پشتی اصل نگرد. آذر از خلیکین ابراهیم خلیل الله از پیشش پیدا میشه. خود نوح علیه السلام است لیکن بچه‌ای که مشرک است او از پیشش پیدا میشه. لوط علیه السلام است خود زنی مشرک از پیشش در خانش پیدا میشه. تو اصل اعتبار نده، تو ده اعتبار بده که چقدر تابعدار دین هستی. شیطان میشناسه عزت الله را، میشناسه نمیشناسه. فبعزتک، قسم به عزت تو، عقیده داره به عزت الله، عقیده داره، یقین داره. خلقت نسبت خلقت به الله میکنه که خالق توستی، مربی توستی. میشناسه الله را که الله کدام ذات است، حتی عزت صفت عزتش قائل است. در دیگه جای میگه که من میترسم از الله، انی اخاف الله رب العالمین، من از الله میترسم. ترس از الله. بله، معرفت در قلب وجود داره، باور در قلب وجود داره، اما تسلیم است به می باور؟ تسلیم است؟ نه، خضوع نکرده، تسلیم نشده، عمل قلب وجود نداره، قول قلب وجود داره، عمل قلب وجود نداره. از این خاطر ای کافر است که تسلیم نکرده. امی با چیزی را که میشناسه باور داره برش تسلیم نشده. الله متعال خودش شاهدی میده که یهود حقیقت قرآن و حقیقت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشناسه. فلما جاءهم ما عرفوا به کفروا. زمانی که آمد بریامی یهود که سابق وقتی در مدینه آمده بودن به مشرکین مدینه میگفتن که ما تو باشم و پیغمبر پیدا شود باز ما قطعتان کار داریم، ما لشکری از او جور میشیم. او پیغمبر آخر زمان است و کسی که امرای از اوست او حتما منصور و کامیاب است، دیگه پاچایی از ما می باشه. قبل بری از یا میگفت، لیکن وقتی که آمد پیغمبر دکانداری از یا جور شده بود سری مردم، سوغاتا برشان می آمد به نام مردمی با سواد، جادوگریشان شروع شده بود، پول پیسه می آمد. حالی چی شد؟ فلما جاءهم ما عرفوا، هرگاه که آمد برشان آن چیزی را که می شناختن کفروا به، انکار ورزیدن. چرا میگه کفروا؟ قرآن میگه عرفوا، شناختن. رسول الله را شناخت که رسول الله است. شناخت وجود داره، معرفت وجود داره، باور وجود داره که رسول الله است. چی وجود نداره؟ تسلیمی وجود نداره، خضوع وجود نداره، قول قلب وجود داره، عمل قلب موجود نیست. از او خاطر قرآن او را کافر میگه. در دیگه جای امی یهود چی میگه؟ الله متعال از او یاد میکنه. الله میگه الذین آتیناهم الکتاب، کسانی را که ما کتاب دادیم، یعرفونه، پیغمبر میشناسه شخصیتشه، رسالتشه، صداقتشه، امانتشه، کما یعرفون ابناءهم، مثل که اولاد خود میشناسه، امو رقم میشناسه. لیکن و این اکثرهم چیسته؟ بگوی لا یکتمون الحق و هم یعلمون، حق میپوشانه، خب میدانه، میپوشانه. علم وجود داره، معرفت وجود داره، باور وجود داره، لیکن تسلیم نیستن که بپذیره، خضوع بکنه، عاجزی بکنه به امر الله، به پیغمبر تسلیم شوه. کعبه را تبدیل کرده، الله متعال طرف از بیت المقدس رو گردانیده شده طرف کعبه و اعتراضا و انتقادا کرده رویست. عمر رضی الله عنه به عبدالله ابن سلام رضی الله عنه مسلمان شده، عالم یهودی است، به تعصب است. عمر رضی الله عنه برش میگه که ای عبدالله، الله خدا کتاب قرآن میفرماید که شما رسول الله را اینطور میشناسه مثل اولادتون. او میگه به الله قسم ای عمر ما رسول الله را اینطور میشناسیم
که اینی قدر شک و شبهه و خدشه باقی نمیمانه، لیکن در مورد اولاد خود خدشه باقی میمانه. معلوم نیست که مادرشان چی کرده، از کجا گرفته. در مورد رسول الله امی قدر شک نداریم، لیکن تعصب و عناد نمیگذاره که ما تسلیم شویم. قرآن برای ما یاد میکنه که تصدیق قلبی تنها کفایت نمیکنه، معرفت قلبی تنها کفایت نمیکنه، شناخت قلب تنها کفایت نمیکنه، تا که قطش لازم همراه استسلام نباشه، تسلیمی نباشه، خضوع نباشه، که برای از او منقاد شوی، انقیاد بکنی او را، بپذیری او را، که ما و شما از او تعبیر به قبول میگیم که قبول کنه. تا که این گپ نشده باشه ایمان انسان کامل شده نمیتونه. ببینیم که تنها در قلب، آلی در قول لسان میاییم، در قول لسان باز میاییم. خب عجیب است که الله متعال وقتی ایمان معرفی میکنه در قرآن کریم، ما کسانی را سراغ داریم که معرفت تام، عام و تام با اسلام داره، با ضروریات اسلام داره، باورم داره، الله را هم میشناسه، به صفات الله باورم داره، اما استسلام نیست، انقیاد وجود نداره، از او خاطر او کافر گفته میشه، در اسلام داخل نیست، حکم اسلام برای از ثابت شده نمیتونه. این اول مرحله است که یکی از جمله ارکان ایمان تصدیق قلبی. البته تصدیق قلبی تنها و تنها کفایت نمیکنه تا وقتی که انقیاد و قبول یا استسلام یا تسلیمی امرایش یک جا نباشه. این اول رکن ایمان است و اعلاترین رکن است که این محو شه و این از بین بره، مسلمان از دایره اسلام بالکل چی میشه؟ خارج میشه، قطعا مومن باقی نمیمانه. باقی ماند اقرار به لسان و عمل به اعضا. این دیگه وقت تشریح میکنیم ان شاء الله که بدانیم که ایمان از چی چیز جور شده و کی ایمان از بین میره. یک کسی کی از ایمان بیرون میشه، از دایره اسلام بیرون میشه، ایام برای ما و شما واضح شود. کفر و شرک کدامش نواقض اسلام است؟ چه قسم است؟ کفر چند قسم است؟ ظلم چند قسم است؟ ایرا آدم بگویه. ایرا البته روی دلایل میگیم، روی نصوص میگیم از قرآن و حدیث، او ای گپا نیست. مثل که آل آیات ها را تیر کردیم که محل ایمان درجه که انسان واقعا داخل اسلام میکنه در قلب است، و در قلب که دو گپ نباشه، یکی اقرار یا قول قلب که ما و شما معرفت و تصدیق برش میگیم، دوم عمل قلب که او را ما و شما قبول یا انقیاد و تسلیمی میگیم. اگری نباشه یک کسی مؤمن شده نمیتونه. رکن اول ایمان است. الله توفیق نصیب بکنه که ما ایمان خوب بشناسیم. بارک الله لنا و لكم في القرآن العظيم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.